اینو کلا میذاریم اون برای کاری نداریم. یک سکشن. خب الگومون کجا میشه؟ پایین. این آخرین حدی که ما این رو زدیم، درسته؟ میایم روی انگشت. خب اینجا رو کجا باید بزنیم بچه‌ها؟ توجه کنید، اینو خیلی مهمه. اینجا 90 درجه توی باکس، 90 درجه توی محیط کجاست؟ اینجاست. اگر اینقدر بلندتره اشکالی نداره. نیاید این قسمت رو به این شکل بزنید. به این شکل بزنید دیگه 90 درجه نسبت به محیط نیست، دارید میرید نسبت به سطح سر میزنید. پس الگومون رو از این پایین برمیداریم، دوباره سکشن رو میکشیم. یه الگو داریم اینجا، سکشن منظم. من اینو اینجوری نگه میدارم، میخوام این 90 درجه کشیش دیده بشه. شما اینجوری بگیر. الگومون کجاست؟ این الگومونه. خب صاف، 1 2. حالا دو انگشت میزنیم که انگشتمون نبریم، چون این محدودش کوچیکه، من تا ته میزنم. این شد اولین الگوی برشمون در قسمت بالا. خب حالا در کنار ما الگو داریم، پایین هم الگو داریم. کشش، این الگو درسته؟ برش میکنم. دقت کردید؟ حالا جدا میکنم که دیگه هی دسته موهام بود کلفت و زخیم نباشه. این جدا شد. بعدی یک سکشن جدا میکنم. ضخامت سکشنمون نازکتر باشه، خیلی راحت‌تر کار انجام میدیم. این الگو رو دیدید؟ الگو رو کوتاه ولش میکنم. بعدی اونجا یه الگو داریم، میذارم اونور. سکشن بعدی. اندازه میزان دو انگشت دارم میزنم بچه‌ها. دقت کردید من اینو برمیدارم، تغییر جهت دیگه نمیدم ها، همونجاست. همونجا کشش، همونجا همه چی همونجا، فقط انگشتام یه ذره میام دو انگشت میزنم که مثلا ایمنی کار رو رعایت کنیم دیگه، دستمون رو نبریم. سکشن آخر الگو جدا میشه توی باکس. بچه ببینید توی باکس خودش، یعنی اینور 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 هم نمیشه. زاویه 90 درجه نسبت به محیط. خب بریم طرف بعدی. یه الگو اینجا جدا میکنم، این طرف سر رو میذارم اونور. اوکی، این هم یه ذره کمتر کنم. مجدد میتونیم ببین بچه نگاه کنید، میتونیم به این شکل هم از سکشن های عمودی خب برش داخل انگشت هم بزنیم. نگاه کنید تا هر جایی که دستمون راه میده میتونیم این کار رو انجام بدیم. اصلا هیچ کار سختی هم نیست. الگو رو جدا میکنیم، چون کوتاه کردیم قدش کوتاه، مزاحمت ایجاد نکنه، میدیم روی
دسته قبلی. یه الگو دیگه به این شکل هم میتونیم بزنیم. با تمام شیوه ها در تمامی نقاط سر براتون کار میکنم ببینید. اصلا این که میگیم آقا باید اینجوری بزن اینجوری درست نیست، نه این هم میتونید بزنید. هیچ اشکالی نداره، هر جا که شما راحت. بهترین رو دارم میگم. بهترینش کدومه؟ شما حالا انتخاب میکنید. بهترینش اینه. وقتی سکشن جدا کردی از آکسیپیتال به بالا بیای بغل مشتری وایسی، از روی انگشت کشش رو انجام بدی و برشتو بزنی. گرفتی چی شد؟ پس روی انگشت. حالا من با هر سه روش که میشد بزنیم زدم و میزنم که ببینید اینجوری هم میشه تا اینجای سر. بله چرا نمیشه؟ نگاه کنید. فقط تو باکس حرکت میکنیم به این شکل. توی باکس میکشم، باز کنم این سکشن رو زدم، یک بار دیگه میکشم، جدا میکنم، یه الگو دیگه. هم از پایین میتونید بزنید، بعدش بیاید قسمت بالاش بزنید. یعنی همه جوره دارم مانور میدم. ببینید بچه ها، سکشن آخر اینم شد سکشن آخره پشت سر. الگو از کنار داریم، یه سکشن جدا میکنم خیلی راحت. بعد درجه توی باکس الگو اون زیر دیده میشه، میزنم الگو جدا کردم، اون رفت اون پشت. یک سکشن دیگه. پس قرار شد اینجا دیگه صاف توی باکس بزنیم، حرکت اضافه نداشته باشیم. این الگو سکشن جدا میکنم، یعنی یه الگوی برش جدا میکنم، یک سکشن بعدی میام اینجا توی باکس کوتاش میکنم. به این شکل هم میشه کوتاه کنیم. همه این نوع برش ها رو تمرین کردید بچه. اونایی که تو خونه دارن این فیلم رو ببینن، آموزش هایی که دادیم، تمرینات تو خونه رو حتما داشته باشید که موقع کوتاهی دیگه در واقع از این
مشکلات دیگه نداشته باشید، راحت بتونید تمامی روش ها رو با تمامی نو سکشن گیری بتونید کارتون رو انجام بدید. اینا میشه آخرین سکشن این قسمت. تمام. خب سمت دیگه داره خوشگل میشه نه؟ حالا تا انتها بریم. خب چی گفتم؟ نصفش میکنیم. اینجا الگو میگیریم. خب میاریم کجا؟ وسط خودش. این قوسش وسطش میشه اینجا. دوتا ضلعش یه اندازه شد. توی برشامون گفتیم چی؟ دوتا ضلع مثلثی که اندازه شد یونیفرم، درسته؟ میریم وسط خودش نسبت به این الگویی که اینجا داریم. این الگومونه اون زیر. ببینید اینجا صاف. مراقب باشیم که الگو رو برش نزنیم. این اولی. اوکی. حالا اینو نصف میکنم. میارم با این. دوباره اینو میام این ورتر وسط همین قوس. وسط خود همین قوس اینجا. صاف اینو کوتاه میکنم. خب دوباره همین نصف میکنم. این میره دیگه این پشت. با این کاری نداریم. اوکی. اینو برمیداریم. الگو میشه این، درسته؟ به همین سادگی بچه. یعنی یه الگو گرفتم از پشت سر اومدم به کنار. میتونیم با یه دونه الگو گرفتم میتونیم دوبار این کاری کنیم که من کردم. دوبار در واقع برداریم. خب حالا آخرین نقطه‌ای که آوردیم وسط دیگه چیکار میکنیم؟ میایم مستقیم دیگه این ساید داریم کوتاه میکنیم. یه الگو از اینجا داریم، الگوی برش. حالا چی داریم؟ یه هیرلاین بهش میگن هیر. چیه این؟ هیر کات، یعنی همون هیرلاین، گایدلاین، هیر کات. خب ما حالا هیرلاینمون رو میاریم روی گایدلاینمون. گایدلاینمون اینه که از اینجا الگو گرفتیم. الگوی برشمون هم اینم هیرلاینمونه. هیرلاینشون رو میکنیم بیاریم اینجا بعد کاتش میکنیم. خب کجا باید کاتش کنیم؟ مستقیم. ببینید آوردیمش توی باکس خودش. الگو اون زیر 90 درجه نسبت به سطح محیط کوتاهی رو انجام میدیم. الگوی بعدی میشه این. صاف به سمت خودمون میکشیم که همون میشه 90 درجه نسبت به محیط.